ما خوشحالیم که فسادخانه ها بسته شده. کرونا تمام فسادخانه ها را بسته، ولی کرونا دروازه مساجد هم بسته، جمعه های ما را تعطیل کرده و نماز 5 وقت حالا تراویح می آید و مردم پریشانن نماز که در رمضان می خوانند. میگه چرا ما کوتاهی کردیم؟ ما اگر جلوتر وظیفه من انجام میدادیم و قوم اصلاح میشد و جامعه اصلاح میشد و فسادخانه ها را ما با اصلاح قوم جلویشان مسجد میگرفت، نماز جمعه میگرفت، نماز 5 وقت میگرفت، علما و مردم میگرفتن، دروازه مسجد بسته نمیشد. دروازه مسجد ما با عمل کرد خودمون که وظیفه من انجام ندادیم، کار دعوت الله و اصلاح خلق که انجام بدیم ندادیم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این که هم فسادخانه ها را الله بست و هم مسجد بست. و اینه که باید فسادخانه ها او اهل فسادخانه که مشروب خوردن، قتل کردن، زنا کردن، جنایت و فساد کرده، اونا باید توبه بکنن، برگردن ما هم توبه کنیم که وظیفه من نسبت به دین انجام نداد، کوتاهی کردیم در رسالت خودمون، وظیفه من واقعیت ها را بازگو نکرد، حقایق نگفتیم. لہذا الله می فرماید حالا نجات برای همه مردم دنیا اینه که مردم دنیا باید واقعیت ها را بپذیرند، حقایق بپذیرند.